یه روز یه گاوه مریض شد و دراز کشید رو زمین. کشاورز رفت دامپزشک آورد. دامپزشک گفت اگه تا 3 روز نتونه رو پاش واسه بکشیدش. گوسفند گوش واساده بود و شنید، رفت به گاوه گفت بلند شو، ولی گاوه تکون نخورد. فرداش دوباره گوسفنده بودو رفت پیش گاوه و گفت بلند شو واسا. بازم گاوه هر کاری کرد نتونست واسه. روز سوم دوباره گوسفنده رفت گفت دیگه باید پاشی. دامپزشک گفته اگه امروز هم پا نشد باید بکشینش. گاوه با 1000 بدبختی پا شد رو پاش واساد. فردا صبحش که کشاورز رفت تو طویله، سرزد دید گاوه پا شده واساده. خوشحال شد و ذوق کرد و گفت جشن میگیریم، گوسفند رو قربونی کنین. نتیجه استراتژیکی خودتون رو نخود هر آشی نکنی، قربونی میشینا. نه خیرای دکتر، یه نتیجه ساده تر هم میشه گرفت. به هیچ گاوی کمک نکنین. آتیش کن برید تا به عصبانی نشدم. سوالاتو بکن. دکتر در مورد سلفی حقارت با فدریکا موگرینی، ولش کن بابا، به امور شخصی آقایون چه کار داری تو؟ باشه، من به اینکه نماینده ها از سر کوله هم بالا میرفتن که باهاش عکس بگیرن کار ندارم. به اون نماینده مشنگی هم که رو میز ولو شد و قل خورد افتاد جلو پای موگرینی، به اونم کار نداشته. به این که اقتدار قیمه نظام و با آبروی مقام عظما ریختن تو جوب کاری ندارم. به اینم کار نداشته باش که طرح 2 فوریتی برجامو به خاطر تعطیلات وسط زمین و هوا ول کردن، ولی برای سلفی گرفتن با موگرینی خودشون رو رسوندن. باشه، به اینا کاری ندارم، ولی آخه این طرف رئیس کمیسیون برجامه. 2 کلمه نمیتونستن بهش بگن روح برجام کجا رفته. کاش به جای چپیه موگرینی برای چپیه مقام عظما غش و ضعف برن و سلفی بگیرن. آی دکتر بس دیگه، تا الان به نظر میرسه که پلاتین چسبوندیم. البته بازی مساوی شد، همش هم ما نخوردیم. برای موگرینی هم آبرو نذاشتیم. الان به اونم یه چیزایی میگن تو همین مایه ها. خفت و خاری آی دکتر که سر برجام کشیدیم خیلی زیاد بود. اون نامردی که این نونو انداخت تو سفره نظام کی بود که برجام پاره هم بشه نقض نمیشه؟ پا گرگیر تا نمال این طرف اون طرف. بعضی بسیجی هم اولش همینطوری داغ آتشی بودن تا فهمیدن که خود عظما پشت قضیه بوده. اون وقت قیافه هاشو شده دوزاری چکش خورده. مرحوم عوضی همیشه میفهموندن به زباهاتو عرض کردم. بله، میفهموندن آرایشگره با توپ پر به مشتری پولدارش گفتش که وا تو قبلا کجا زدی؟ مرتیکه عوضی گلاب زده به کلت. مشتری گفت خودم زدم. آرایشگره خودشو جمع جور کرد، گفت البته سبک خاص خودشو داره. روشن شد یا سبک خاص عظما رو دستت بدم تا ببینی چه جوریه. دکتر آخه این مجلس میخواد با مادر تحریما مقابله کنه یا اون وزارت خارجه که حسن قش فرستاده عکاس شده تو قشقابی رو میگی؟ معاون وزیر خارجه خود حاجی روحانی هم که یه جمله گفت از کل سلفی‌ها ذلت بارتر. گفت روزگار رونمایی مادر تحریما نیست، بیایید از مادر مذاکرات رونمایی کنیم. آخه این همه رفت سفر خارجی، یاد نگرفت اینطوری ندید بدید بازی در نیاره. های دکتر نه دیگه، پسره به مادرش گفت این همه برنامه آشپزی واسه چی میبینی؟ نه آشپزیت خوب شده نه چیزی یاد گرفتی این وسط. مادره گفت مثلا خودت که این همه فوتبال میبینی کنار مسی قوقا میکنی. هیچی، پسره همچی قانع شد که 4 گوشه تلویزیون رو بوسید، فوتبال رو گذاشت کنار کلا. خیلی ممنون دکتر، بحثتون خیلی روشنگر. تو لازم نکرده به بحث من نمره بدی این وسط. آیه دکتر هر وقت یه حرف خوبی میزنین پشتش دوباره نیش میزنین. به خاطر که مرحوم عوضی همیشه میفرمودن الگو تو زندگی خیار باشه. بعد از هر خوبی که کردی یه تلخی هم بکن که طرف پررو نشه. ولی الگوی من قرمه سبزی هم هست، یعنی همیشه میخوام بوی حضورم همه جا رو پر کنه. تو قبل از اینکه بوی سوختنی بلند شه برگردیم به بحث مادر تحریما. فعلا که مادر تحریما روز به روز گردن کلفتر میشه. بانک‌های چین هم دیگه تحریممون کردن. چین که از سنگ پای قزوین تا سوهان قم تا چاقوی زنجان رو از اونجا وارد میکنه من نارو زدم. بله، این همه نفت و گاز گرفت نامرد، پولش نداده گفت تحریم. آخ گفتی تحریم، بحث با یک انتقاد سنگین و بنیانکن به استراتژیستی ادامه میدم که جلوی چشمش اصلا از خودش سوال کردم که چرا مقام عظما لالمونی گرفته و لام تکام صحبت نمیکنه، ولی این استراتژیست با پشت دست محکم نزد توی دهن من، این زبون منو
قیچی نکرد. چرا؟ بعد اون عظمای بدبخت زیر همین فشارا اومد حرف زد. چشم تو روزو بد نبینه. کاش لال میشد تا آخر عمرش حرف نمیزد. بیشی بابا خونه تو کثیف نکن. چیزی نشده که. یه غلط کردم گفته برین دنبال تعامل با شیطان بزرگ. پس چی شد اون تا 1000 کیلومتری قرق میکنیم آمریکا پایگاهش جمع کنه؟ اینا چی شد؟ چی شد اون اتاب خطاب بسیجی خر کن؟ همینطوری فس اگه بادکنکم بوی پاکی میکرد. کجایی عظما؟ بیشی بابا تو باید کم کم عادت بکنی. از این چیزا زیاد قراره بشنوی. آره چرا یه دکتر یه راهنمایی بکنین بهش که یه کار بهتر بکنه؟ الان دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادو. عرض کردم بله میفهموندن که مشنگه سوار ماشین رفیقش شد، طرف پاشو گذاشت رو گاز، سرعت 100. به مشنگه گفت ترسیدی؟ گفت نه. 150 ترسیدی؟ گفت نه. 180 نزدیک پیچ جاده هم بودن. گفت ترسیدی؟ مشنگه گفت آره نگه دار ترسیدم. چند وقت بعد مشنگه رفیقشو سوار ماشین خودش کرد، اومد تلافی بکنه، پا رو گذاشت رو گاز، 100 150 160 رو به صخره مستقیم. رفیقه دید این داره همینطوری گاز میده، گفت ببین ترسیدم بیخیال شو. مشنگه گفت غلط کردی، الان دیگه سکته هم بکنی فایده نداره، ترمز ماشین بریده، جفتمون کارمون ساخته است. روشن شد یا بریم تو صخره با هم دیگه. آیه دکتر برای پایان دادن به این برنامه یک طرح و ابتکار ویژه دارم که با صلح و صفا برنامه رو تموم کنیم. اگه خدایی نکرده دلخوری هم بین ما پیش بیاد مال تو خونه است، دعوای بیرون که نیست. اختلافات ما که از اختلافات نظام با اینایی که ما رو تحریم کردن نباید بیشتر باشه. چطور اونا نماینده های مجلس غش و ضعف میرن برای سلفی گرفتن با رئیس کمیسیون مشترک برجام؟ ما نتونیم یه سلفی شیک و مجلسی پایان بخش این برنامه باشه های دکتر؟ صاحب کبیرم ناکس، خجالت بکش. تو خودتو با 4 تا نماینده ازگل ولو رو میز مقایسه میکنی، نمیخواد این کارو بکنی. تو خودت میدونی هر کاری میخوای بکنی، ولی من یکی رو با اون که اومده هم روسری هم تو سری رو ثابت بکنه مقایسه نکنه. ما آبرو داریم برای خودمون. ببین چه حرفای پشت سرش میزنن، عبرت بگی خجالت بکش. آیه دکتر من گفتم یه کار خصوصی خودم و خودت بکنم، چه کار به مدیرینی قربون برم این عکسای اونا اگه فردا بره اصلا رو اعصاب من راه میره آیه دکتر.